این کیک باید جایزه اسکار بگیره. ترکیب گردو، دارچین، زعفرون و نارگیل میشه یه اثر هنری. من سمانه با من همراه باش. شکر سفید، شکر قهوه‌ای، پودر دارچین رو به گردوهای خرد شدهمون اضافه میکنیم و مخلوطشون میکنیم و میذاریمشون کنار. فعلا باشون کار نداریم. حالا سفیده و زرده تخم مرغ از هم جدا میکنیم و سفیده ها رو با نصف شکر دستور میزنیم تا فرم بگیره. حالا کره نرم شدمون رو با بقیه شکر دستور میزنیم تا کرمون کاملا پوک بشه. و بعد از اینکه کامل با هم ترکیب شدن، زرده ها رو یکی یکی به موادمون اضافه میکنیم و حدوداً 30 ثانیه تقریبا با هم مخلوط میکنیم تا با هم یک دست بشه. خوشگلم، تا یادت نرفته لایک منو بزن و برای دوستای هنرمندت هم بفرست. با آخرین زرده‌ای که اضافه میکنیم وانیل هم اضافه میکنیم و مجدد مخلوط میکنیم. تو همین حین حتما دورگیری ظرفتون رو فراموش نکنیم. حالا زعفرون دم شده غلیظ رو اضافه میکنیم با شیر و اونا رو با هم ترکیب میکنیم. وقتی کاملا ترکیب شد، آرد و سفیده تخم مرغ رو توی 2 مرحله بهش اضافه میکنیم. اول نصف آرد، بعد نصف سفیده تخم مرغ، بعد دوباره بقیه آرد و بعد بقیه سفیده تخم مرغ. حتما این مرحله رو با صبوری انجام بدین که کره‌تون موادتون به روغن نیفته، چون بافت کیکتون خراب میشه. وقتی مواد کاملا با هم ترکیب شدن و یه دست شدن و هیچ گلوله آردی داخل موادتون نبود، قالبتون رو کاملا چرب کنین، داخلش کاغذ روغنی بندازین و مواد کیکمون رو میریزیم داخل قالبمون. بافت کیکتون باید این شکلی باشه. خوشگلا دقت کنید، مثل کیک های معمولی خیلی شل نیست، یکم سفت‌تر از حالت کیک های معموله. وقتی که کامل ریختین داخل قالب، هواگیریشو انجام میدین با یه سیخ چوبی و چند تا ضربه هم به سطح کارتون بزنید و مواد دارچینی که از قبل آماده کرده بودیم کامل روی موادمون میریزیم و میذاریم داخل فرن تا بپزه. اگه بدونید چه عطر و بوی خونه ما رو پر کرده، حتما درستش کن و لذت ببر. از عطرش، از طعمش، هر چی بگم کم گفتم. اگه درستش کنی پای ثابت مهمونیاته و یه گزینه عالی برای فروش به کافه هاست. فقط بافتشو ببین. نوش جونتون باشه مهربونای من.